خانم چی شده؟ جناب سروان موتور ماشینم از کار افتاده، موتور ماشینم از کار افتاده. خانم ماشین تو را بند آورده، ماشین پنچر نیست جریمه بده. من؟ بله شما؟ جناب سروان ماشینم پنچر شده خلاف نکردم، ماشینم پنچر شده خلاف نکردم. خانم چرا پنچریتونه نگرفتی؟ کسی پیدا نشد پنچری منو بگیره. من این چیزا سرم نمیشه خانم، شما برخلاف مقررات نگه داشتیم، باید جریمه بدید. این دفعه رو ببخشید جناب سروان، من تقصیری ندارم اینو بدار. این دفعه رو ببخشید جناب سروان، من تقصیری ندارم اینو بدار. جناب سروان موتور ماشینم از کار افتاده، موتور ماشینم از کار افتاده. خانم ماشین تو را بند آورده، ماشین پنچر نیست جریمه بده. من؟ بله شما؟ جناب سروان ماشینم پنچر شده خلاف نکردم، ماشینم پنچر شده خلاف نکردم. این دفعه رو ببخشید جناب سروان، من تقصیری ندارم اینو بدار. این دفعه رو ببخشید جناب سروان، من تقصیری ندارم اینو بدار. این دفعه رو ببخشید جناب سروان، من تقصیری ندارم اینو بدار. این دفعه رو ببخشید جناب سروان، من تقصیری